و روخت بدانه در شهر دوشنبه با مختار کریستان ولایت مختار کریستان بدخشان ولایت شطران ولایت سوق شهر دوشنبه شطران ولایت شطران یک دو رقابت‌های دوستانه کردند. اگر در جمهوری نشان بدهد و این باعث افتخاری موفق جماعت دهاتی مهرآباد ناحیه نورآباد کبکوبی بزنیم دوستان عزیز. احسن، من به همه مخلصان احسن میگویم. احسن میگویم که در بازی‌های دوستانه دسته و سال 2022 در 774 کرد با دستیار سوینکاری بسیار سخاوتکشه و فایده دسته مهرآباد دیار نیم پرتش شلوغی به حضور کامرانی تماشا سید که همین دسته رو بازی و فایده دسته مهرآباد سرپرستی کرد و با لباس‌های یگانه خوب برادران نیم پرتیا بازی سازی. دوستان عزیز، امسال دسته فوتبال بازان جماعت به نام عزت‌الله حلیموف دهه یخ در منطقه رشت بیرون جماعت عزت‌الله حلیموف در منطقه رشت در نمود فوتبال که با تشبث کمیته برگزار گردیده ایستاده است در همه جماعت‌های شهرک دهاتی و نتیجه را عبدالمومن بسیار جیدن مناسب بسیار خوب بازم نجیب الله دوستان عزیز، سال دیوم است که با تشبث کمیته کار و در سال نورآباد جماعت دهاتی به نام عزت‌الله حلیموف دهه یک بیرون عزت‌الله حلیموف اکای سیوالی جماعت عزت‌الله حلیموف را تامین نمود بیرون جهانی سپاس میگویم. باشد که همین رمزگران ما دهه ترمش خوجاینی ترمش دهه ترمش جماعت عزت‌الله حلیموف هر دسته تیاری فقط تستر باشد بسیار خوب بخشش یا هشت شد مهشش با فایده دسته مهرآباد نماینده ها بودن پیش ما بیایید که خالی کردگیم برای شما های اوه مونادیس خوب شد 12-6 بعدی دسته مونادیس بازی های سرساز بازی میکنن بعدی رقابت دسته دهه سرساز خمنانی دو نماینده ها نزدیم و بازی میکنه و مونادیس مراجعت در ذکر تبریک بیرون پیام های اتفاق و پرزیدنت جمهوری کلسو محترم مهرهم با مدیسی علی در همان دهه ها و محله های اسد خودروی زیاد یک بزن مونادیس قدم مدر حلال نارودی شده قرار گیرند در تحصیل حقوق کلکای و از بخور سر کرده از این بخور مونادیس بازی با فایده دسته مهرآباد دو پرتیا بچه ها انجام یافت. بازی دیگر انتظار باشید.